کمال انسان است. خب حالا پس هدفی خداوند، هدف اسلام در مورد اجتماع این است که خب در جامعه عدالت برپا شود. عدالت برپا شود یعنی چی؟ یعنی اینکه جامعه در اجتماع قانونهای باید حکم فرما باشد که برای انسان اون شرایط رسیدن به کمال نهاییش را فراهم کند، فراهم سازد، میسر کند. این هدف است. هدف پیامبر هم همین بود. پیامبر اگر مثلا از مکه به مدینه هجرت کردند، این خودی هجرت هدف نهایی نیست. حالا برخی از احزاب اسلامی هستند که اینها به خطا و اشتباه میگن که باید ما همان مراحلی که پیامبر از سر گذراندن مثلا از سر گذرانیم، یعنی باید هجرت داشته باشیم، نمیدونم جنگ داشته باشیم، جهاد داشته باشیم. نه، این خطاست. این جهاد و نمیدونم هجرت و اینا همش وسایل است برای رسیدن به هدف نهایی که همون برپایی عدالت است. در مکه برای پیامبر این شرایط فراهم نبود که یک جامعه عادل برپا کنند. بنابراین وقتی مردمی مدینه اهل یثرب از پیامبر خواستند که به یثرب بکوچند و پیامبر حاضر شدند، هجرت کردند که اونجا اون جامعه مدنی به دست مبارک حضرت پیامبر خب برقرار شد. از آنجا هم دیگر آهسته آهسته و دیگر نقاط جزیره العرب و بعد از جزیره العرب هم فراتر به روم و نمیدونم فارس و دیگه کشورها پیامبر به دنبال رسالتشون بودن. اینکه نامه بنویسند به پادشاه‌ها و امپراتورهای اون زمان، خب هدف چی بود؟ میگفتند بگذار مردمت خدا را بپرستند، یعنی شرایط را فراهم کن برای مردمت که اینها دست از این بت پرستی و اینا دست بردارند و خدا پرست باشند، یکتا پرست باشند. هدف این بود. عدالت در جامعه برپا شود. اگر در مکه مثلا فرض بفرمایید مردم مکه همه به پیامبر گردن می نهادند و همه مسلمان می شدند و اون شرایطی برپایی یک جامعه اسلامی مثلا اونجا فراهم بود، نیازی نبود پیامبر چه بساش هجرتی نمی کردند. توجه هستید؟ هدف از هجرت خب چیست؟ اون برپایی یک جامعه عادل. برای همین به مدینه مهاجرت کردند. خودی هجرت وسیله است. توجه بفرمایید. یا اگر جهاد، بعضیا آمدن این جهاد را به عنوان هدف پیش خودشون قرار دادند، یعنی جهاد پیکاری نظامی را متاسفانه فکر می‌کنند مثلا هر مسلمانی باید جهاد کند. خب این اشتباه است. چرا؟ پیامبر هیچ جنگی، هیچ پیکاری پیامبر خاراکتری، یعنی بیما هو جهاد و بیما هو پیکار خودی جنگ که هدف نبود که. قرآن هم تصریح میکند این جنگ چیزی است که شما دوست ندارید، اما در مرحله کنونی این برای شما خیر است. چرا؟ چون باید دفاع کنید از خودتون. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. در مورد جنگ هستیم. جنگ کی دوست دارد؟ جنگ یعنی خونریزی، کشت و کشتار. مگر خداوند بخواهد مردم همدیگر رو بکشند؟ اشتباه نباید کرد. اگر پیامبر جهاد کردند چاره‌ای نداشتند، دفاع کردند از حریم دین. شما نگاه کنیدون، تاریخ کنیدون. در مورد اولین جنگ خداوند میگه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. میگه خداوند میگوید که چون اینها مورد ظلم و تجاوز و ستمی قریش، مشرکین قریش قرار گرفتند، لذا خدا اجازت داد که پیکار کنند. یعنی از چی پیکار؟ یعنی از خود دفاع کنند. این دفاع از خودم این هم یک چیزی فطری است. اگر شما منزلتان نشستید با خانواده و زن و بچه هاتون، یک نفر
آمد تجاوز کرد به منزلتان، وارد منزلتان شد و با ضرب و شتم شما و بچه و کودکاتون پرداخت. شما چیکار میکنید؟ یعنی بشینید میگید که خب ما آدم مسالمت آمیز هستیم، مثلا صلح‌خواه هستیم، یعنی خب این بی غیرتی است، یعنی باید دفاع کنید. تو منزلت نشستی یه نفر رو تجاوز کرد، سکوت در اینجا یعنی بی غیرتی است، باید دفاع کنید. عقل هم نمیگه. خب پیامبرم در مدینه با خواهش خودی مردم آمدند، جامعه مدنی عدالت اسلامی رو برپا داشتند و این مشرکین هجوم کردند. خب مسلمانان مجبور بودن از خود دفاع کنند. تمام جنگ های اسلام این خاراکتر دفاعی دارد، همه اشیا، حتی آن جاهایی که بعد از پیامبر در زمان خلفای راشدین جنگ ها شد، اونها هم دفاعی است. فکر نکنید اونها هم جهادی ابتدایی است مثلا که بعضی ها مطرح میکنند، چون این نیست. دلیلش هم این، مثلا شما در همه این جنگ ها دیدید که اول پیامبر حالا خلیفه اینا پیک میفرستادند به پادشاهی یک مملکت، میگفتند جناب شما باید اسلم تسلم، تو اسلام بیاور، این راهی نجات است. پیامبرم که پیامبری همه است، نه فقط عربا، پیامبری همه جهانیان است. چه خیلی که برای یک عرب پیامبر مأمور بود پیام الهی را برساند، به همین طور برای یک نفر فارس یا رومی هم پیامبر مأموریت داشت. پیامبری جهانیان است، رحمتا للعالمین است. خب این رحمت رو باید پیامبر گسترش بده به همه. نامه میفرستادند که تو مسلمان شو. از ابتدا که قصد جنگ و پیکار اینا رو نداشتند. اگر میپذیرفت، ما در تاریخ داریم بعضی از این کشورهای همجوار جزیره العرب، مثلا در مورد بحرین گفته شده است که پادشاهش وقتی پیک به او رسید گفت چشم من مسلمان شدم، بدون جنگ و همه وارد اسلام شدند. جهادی پیش نبود که اگر با فارس، با امپراتوری فارس جنگیدن، چون اونها لجاجت کردند، این نامه رو دراند این خسرو، بعد اصلا اهانت کرد به مسلمان ها. مسلمان هم چاره نداشتن از حریم توحید و خداپرستی، از این حریم دین دفاع کنند. پیام اسلام باید میرسید به مردم جهان. متوجه هستید؟ لذا جهاد هرگز بما هو جهاد، یعنی به خودی خود، هرگز هدف نیست، وسیله است. اگر رسیدن به هدف نهایی هم برپایی عدالت بدون این هجرت و جهاد و اینا میسر باشد که کسی دست به جنگ نمیزد.